درود فراوان خدمت همه امپرورفالی های عزیزم. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. خوب هستید دوستان؟ احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب خودتون، کانال امپرورفال. بچه ها امشب اومدیم ترکیبی قهوه و تاروت رو با همدیگه داشته باشیم و پیشگویی دقیق آبان ماه رو میخوایم با همدیگه داشته باشیم، ببینیم که توی آبان ماه به صورت کلی چه اتفاقاتی قرار رخ بده، چه چیزهایی رو ما پیش رو خواهیم داشت. قبل از اینکه ریدینگ رو استارت بزنیم ممنون میشم که سابسکرایب کنید، لایک کنید و با کامنت های خوشگلتون به من کلی انرژی مثبت بدید. عزیزانی که انرژی خوانی شخصی میخوان میتونن از توی دیسکریپشن آیدی این اینستاگرام بنده رو بردارن، به من پیام بدن و یا به شماره واتساپ یا تلگرام 0903 203 85 61 پیام بدن برای دریافت نوبت انرژی خوانی شخصی. خب یه چند لحظه من فرصت میدم نیت کنید تا کاپ قهوه رو برگردونم به نیت شما. خب با نام و یاد خداوند میریم که ریدینگمون رو با همدیگه استارت بزنیم. خب قهوه رو میذاریم کنار تا شکلاش رو به خودش بگیره. توی این فاصله میریم سراغ دک تاروت مصری، البته دک تاروت مصر نوین. کارت اول کارت 8 سکه، کارت دوم کارت 8 شمشیر، کارت سوم کارت 2 جام، کارت 3 سکه، کارت امپرس، کارت فول و کارت 10 چوب دست. ببین عزیز دلم، اولین چیزی که اینجا داخل کارت ها داره نشون میده، داره اینجا نشون میده که یه جورایی در حال حاضر شاید خیلی داری تمرکز میذاری روی آینده زندگیت، روی برنامه های زندگیت، برنامه های کاری و مالیت و اونجوری که دلت میخواسته نتیجه نگرفتی ولی همچنان داری ادامه میدی و این خوبه. ببین انگار توی کسب و کارت یه گره افتاده، میگه داخل کسب و کارت شرایطت شاید اونجوری که خودت مد نظرت هست دلت میخواد پیش نرفته، بستگی یه جورایی توی مسیرت دیده میشه، ولی داره بهت میگه توی آبان ماه به لحاظ کاری و مالی گشایش داری، یعنی گشایشی توی زمینه کاری و مالی من میبینم که برات رخ میده، به آرامش رسیدن و به صندلی قدرت نشستن رو داره اینجا نشون میده که توی آبان ماه خواهی داشت. من میبینم از این وضعیت میای بیرون، فقط داره بهت میگه که جان نزن، تلاشت رو ادامه بده، بیشتر کن تلاشت رو، تو نتیجهش رو میبینی. توی آبان ماه تاریخی که 8 داشته باشه مثل 8 آبان، اوایل آبان ماه رو داره نشون میده که شما نتیجه اون تلاش هات رو میبینی. من چیز دیگه‌ای که دارم اینجا میبینم، داره میگه یه عدتون
به خاطر اینکه حصارهای فکریت خیلی زیاده نمیتونی روی زندگیت اونجوری که دلت میخواد تمرکزت رو بذاری. حالا من اینجا چیزی که میبینم میگه هم یه بخش از ذهن درگیر مشکلات کاری و مالیه، هم یه بخش از ذهن درگیر حیطه احساسی، حیطه خانوادگی، اینجور مسائله. و چون انقدر ذهن درگیر و آشفته است هیچ کدومش هم نمیتونی درست هندل کنی. یعنی نه حیطه احساسی درست پیش میره اینجوری، نه حیطه کاری و مالیت. و اینجا کارتای تاروت ازت میخوان که تمرکزت رو فعلا روی یک موضوع بذاری. اگر حیطه مالی خیلی برات مهمه میگه تمرکزت رو روی اون بیشتر بذار، ذهنتو از حیطه احساسی یکم رها کن، یکم بیشتر انرژیات رو برای کسب و کارت و پول درآوردن و این چیزا بذار تا به نتیجه برسی. اگر حیطه احساسی برات خیلی بیشتر مهمه میگه بیشتر تمرکزت رو سعی کن بذاری روی حیطه احساسیت و خودتو یه زنگ تفریح بده، به خودت یه زنگ تفریح بده که بخوای یه تایمی از کسب و کار فاصله بگیری و بیشتر زوم کنی روی حیطه احساسیت. چرا که من دارم اینجا میبینم میگه شما الان انرژیات ضعیف شده، انرژیات یکم اومده پایین، انگار که مثلا نمیتونی دوتاشو همزمان با هم هندل کنی. وقتی تصمیم میگیری جفتشو با هم دیگه همزمان هندل کنی انگار هیچ کدومش درست پیش نمیره، نه احساسیه نه کاری و مالیه. خب و اینجوری داری به خودت زیادی فشار میاری و داره بهت میگه رها کن، یکم سعی کن رها کردن رو بلد بشی. خب بریم ببینیم در ادامه میخواد کارتا چی بگه. کارت آس شمشیر، کارت 2 چوب دست، کارت 3 چوب دست، کارت زیبای ستاره، شوالیه چوب دست، نوباوه چوب دست و کارت خورشید. ببین داره میگه برنامه ریزی هات رو اگر درست کنی قطعی موفق میشی. یعنی قطعی ها، اصلا شک نکن داخل این قضیه. یه تصمیمی رو شاید بخوای بگیری توی آبان ماه، میگه منتظر یه فرصتی هستی که بابتش هم داری برنامه ریزی میکنی، یه سری فکرها و ایده ها تو سرت هست، فقط داره میگه منتظر یه موقعیت خوبی که بتونی همه اونا رو عملی کنی. توی آبان یه فرصت طلایی برات پیش میاد که تو اون کارهایی که میخوای و انجام میدی، طبق برنامه های خودت میری جلو، پیش میری و شرایطت بسیار عالی میشه. چیزی که من دارم اینجا میبینم. ببین اینجا داره نشون میده یه نفر به سمت تو حرکتی میکنه، یه نفر برای تو میخواد یه کاری انجام بده، یه قدمی رو برداره. حالا این میتونه این قدم توی حیطه احساسی باشه، میتونه توی حیطه کاری و مالیت هم باشه، فرقی نداره. فقط داره میگه یه نفر انگار قدمی رو به سمتت میخواد برداره، انگار نوری رو میخواد توی مسیرت به تو نشون بده، میخواد توی این مسیر، توی این راهی که تو داری قدم برمیداری به تو ته این راه رو نشون بده، انگار همسو بشه باهات، همراه تو باشه. و من حس میکنم که این شخص میتونه توی زمینه احساسی باشه. انگار یه نفر میاد توی زندگیت اون خلاهای عاطفی تو رو پر میکنه، خلاهای احساسیت رو پر میکنه و یه جورایی باعث میشه که تو با انگیزه و با انرژی بالاتر به سمت جلو حرکت کنی. مثل یک کوه افتاده. ببین مثل یه فردی که پشتوانه شما میشه، شما راحت میتونی بهش تکیه کنی. یک تکیه گاه محکم اینجا برای شما داره نشون میده. حالا این شخص میتونه همسر باشه، میتونه پارتنرت باشه، میتونه حالا
ورود یک شخص جدید به زندگی تو باشه، میتونه رفیقت باشه، میتونه دوستت باشه، هر کسی ممکنه باشه، هر چیه، داره یک همراه رو نشون میده که میاد توی زندگیت مسیر درستی رو به تو نشون میده و با تو همسو میشه. خبر ازدواجی افتاده، میگه خبر ازدواج کسی به گوشت میرسه، یا ممکنه همین روزا توی آبان ماه یه جورایی مثلا حالا شرایطی برات پیش بیاد که عروسی دعوت شی، عروسی دعوت شی، جایی بخوای دعوت شی، یه همچین چیزی افتاده. من البته اینم بهتون بگم خواستگار هم افتاده، یعنی اگر خودت مثلا حالا منتظری کسی قدم جدی و درست حسابی به سمتت برداره، نماد خواستگار افتاده، کسی که از شما خواستگاری میکنه یا یه قدم جدی و درست حسابی رو به سمتت قراره که برداره. من چیز دیگه‌ای که دارم میبینم خبر بارداری کسی به گوشت میرسه که خیلی ذوقشو میکنی، خیلی ذوقشو میکنی. یه نفر از نزدیکانت که شاید مثلا خبر بارداریش به گوشت برسه خیلی هم خوشحالت میکنه. اگرم خودت نیتت بارداری واسه خودت بوده که اینجا داره جواب بله رو بهت نشون میده و میگه خبرهای خوبی در راهه. خب بذارید بریم ببینیم حالا توی قهوه چه خبرهایی هست. خب بچه توی قهوه اولین چیزی که داره نشون میده یک چرخه رو داره نشون میده که در حال کامل شدنه. میگه انگار داخل این مسیرت، توی این راه و مسیری که هستی توی زندگیت، داری یک چرخه رو کامل میکنی، یک مرحله داخل زندگیت در حال تکامله، در حال کامل شدنه و تو قراره به زودی وارد مراحل جدید از زندگی بشی، یک چرخه جدید بخواد برات رخ بده. دستاتو گرفتی رو به آسمون، یه چیزی رو داری از خدا طلب میکنی ولی با گریه و این بده، انگار بغضی توی گلوته، داری اشک میریزی و داری دعا میکنی که خدای اونو به من بده، اون چیزی که میخوامو به هم برسون. حالا با اشک، با گریه و زاری. بچه این اصلا راه درست دعا کردن این نیست. خب تو هر وقت چیزی رو از خداوند و کائنات میخوای، سعی کن با انرژی مثبت اون چیزو بخوای، یعنی به جای این که گریه کنی و دعا کنی، از ته دل بخند و دعا کن. واقعا جدی میگم با یک انرژی خوب، با یک حال خوب از خداوند یه چیزی رو بخواه بهت میده. ولی اینجا دستانی رو دارم میبینم که رو به آسمونه و انگار یه چیزی از آسمون داره تو دستات میریزه، انگار داری حاجت روایی میگیری. من ببخشید بچه ها صدام گرفت، عذرخواهی میکنم چند لحظه. من چیز دیگه که دارم اینجا میبینم، شاید بخواین یه عمل جراحی یا خودتون انجام بدید یا یکی از اطرافیانتون که شاید ذهنتون رو درگیر کرده باشه. حالا چه اگر واسه خودته چه واسه اطرافیانته، این عمل جراحی موفقیت آمیز خواهد بود. فقط شاید یکم مثلا دوره نقاهت سختی رو بخواین بگذرونید یا اون طرف حالا مقابلتون، اون کسی که اطرافتونه میخواد عمل کنه، دوره نقاهت سختی رو بخواد بگذرونه ولی بهبودی افتاده، شفا و بهبودی افتاده. حتی این عمل شاید عمل زیبایی باشه، صرفا درمانی نباشه. حتی اگر عمل زیباییه برات انجام میشه، خوبه، هیچ نگرانی نداشته باش، شرایط بسیار بسیار عالی و خوب پیش میره، اصلا از این بابت نگران نباش.
بچه من اینجا امضا میبینم، یه امضا افتاده که روش ناراحتیه. ببین روش غمه. امضایی که مثلا میتونه امضای طلاق باشه. اگر مدت هاست که درگیر پروسه طلاق و جدایی هستی، میگه یکم تلخ، شاید شما و همسرت از همدیگه جدا بشی، شاید ناراحت باشی از اینکه تایمت رو، زندگیت رو برای یه نفر گذاشتی که تهش هم اینجوری نتونستید با همدیگه بسازین و تصمیم به جدایی گرفتید. ولی میگه این اتفاق میفته و بعدش کلن اتفاقات جدیدی پیش میاد که شرایط زندگیت رو تغییر میده و همه این انرژی منفی ها رو میشوره و میبره. از شماره تلفنی که عدد 7 حداقل 2 الی 3 بار 7 توی این شماره تلفن تکرار شده، یک خبر خوشحال کننده دریافت میکنی که خیلی هم خوشحال میشی. یه نفر با همدیگه، بچه داره نشون میده، با یه نفر چشم تو چشم میشی. خب یعنی این طرف میتونه مثلا مثل اکست باشه، یه نفر که مدت هاست ندیدیش، یه دفعه یه جا همدیگه رو میبینید چشم تو چشم میشی و خیلی شوکه میشید، خیلی شوکه میشی و انگار مثلا میخوای بهش بفهمونی توی رفتارت، حالا بدون این که باش مستقیما حرف بزنی، توی رفتارت میخوای بهش بفهمونی که فلانی دیدی من بدون تو هم خیلی زندگیم خوبه، خیلی بدون تو خوشحالم. یه همچین حالتی رو داره اینجا به من نشون میده. داره نشون میده از یک کوه داری همینجوری میری بالا، داری با سختی و تلاش میری بالا، ولی من تو رو میبینم که در نهایت نوک قله ایستادی و چقدر حال دلت خوبه، چقدر خوشحالی، داری به پشت سر نگاه میکنی، اون مسیر طولانی که توی زندگیت گذروندی، اون سختی ها رو داری مرور میکنی، میگی ارزششو داشت. تمام اون حرفایی که شنیدم، تمام اون ناراحتی ها، اشکا، سختی ها، تلاش ها، بالاخره نتیجهشو دیدم. یعنی اینو به خودت میگی، یک لبخند رضایت برات افتاده. یه سوء تفاهم اینجا افتاده، شاید بین خودت و پارتنرت بخواد به وجود بیاد، ولی چیز خاصی هم نیست، زودی حل میشه، خیلی زود برات حل و فصل میشه، نگران نباش بابت این قضیه. خب بچه چیز دیگه ای که من داخل کاپ دارم میبینم، این ببین یه چیزی مثل دستبند، انگشتر، گردنبند، یه همچین چیزی رو داره نشون میده، ولی این یه نوع هدیه است. ببین یه هدیه با ارزش که یه نفر به تو میده، یه چیزی مثل دستبند، انگشتر، زیورالات، یه همچین چیزی خیلی هم خوشحالت میکنه. لجبازی زیاد افتاده توی حیطه احساسی بچه، پارتنرت خیلی تو مخت میره. یعنی من چیزی که دارم میبینم انگار یکم تو مخی با پارتنرت داری، لجبازی کردن، هرس و جوش خوردن. ول کن، رها کن، نگران نباش. چه پرنده خوشگلی اینجا برات افتاده که دوتا بالشو واسط باز کرده، داره بهت میگه تو به قدرت میرسی. ببین پرنده‌ای که همچین روی شونه های تو نشسته، نماد به قدرت رسیدنه. میگه توی کسب و کارت، توی کارت یه پیشرفتی قراره داشته باشی که خودت اصلا فکرشو هم نمی کنی. اسمی مثل مهدی افتاده، اصلا خیلی واضح اینجا اسم مهدی رو من دارم اشاره میکنم، واضح همتون میتونید ببینید. اسم مهدی افتاده، خیلی هم روشن افتاده. میگه این مهدی برات یه خبر خوبی رو قراره بیاره. محمد مهدی یا مهدی خالی، میگه یه خبر خوبی رو از طرفش قراره که داشته باشی. اصلا نگرانی نداشته باش، قصه نخور عزیز من. من بازگشت کیس عاطفی رو هم دارم میبینم، ولی این کیس عاطفی زمانی که برمیگرده دست از پا درازتر میاد. یعنی میخواد بگه که توی این مدت من منت گذاشتم سرت که الان برگشتم پیشت. یعنی با منت میخواد بیاد، از بس که این آدم از خود راضیه.
اینم از ریدینگ آبان ماهمون بود. امیدوارم که لذت براتون باشه توی آبان ماه و از این ویدیو هم لذت برده باشید. کلی اتفاق خوب براتون پیش بیاد توی آبان ماه. پیشا پیش تولد همه آبان ماهی ها رو تبریک میگم و برای تک به تکتون آرزوهای خیلی خوبی رو براتون دارم. از صمیم قلبم دوستتون دارم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.